ببینید ما 3 سری اینجا مدرک داریم، 2 سری کپی ها و 1 سری مدارک اصلی. ببینید این عکسای 3x4تون هست، این اصل پاسپورت از صفحه اول و دوم، باید کپی بگیرین 2 سری و لای کپی ها داشته باشین. این نکاح خطه، باید از تمام صفحات نکاح خطتون کپی بگیرین و لای 2 سری کپی بذارین. اینم بیمه سامانه، من 3 ماهه گرفتم، 2 سری کپی از بیمه سامانتون لای مدارک میذارین. این ایمیل وروده، برای ورود به سفارت آلمان نیازش داریم، باید پرینتش رو بگیریم و همراه خودتون ببرین. این فرم 9 صفحه‌ایه که من حالا با یه برنامه پرش کردم، شما میتونید با دست خودتون به زبان انگلیسی پر کنید و 2 سری کپی لای کپیاتون داشته باشین ازش. همچنین فرم 9 صفحه‌ای 2 سری کپی لای کپیا داشته باشین ازش. این کپی برابر اصل نکاح خطی که سفارت افغانستان بهتون میده، اینم 2 سری کپی توی کپیا ازش داشته باشین. این ترجمه نکاح خطه، این رو هم 2 سری کپی ازش داشته باشین توی کپیاتون، زبان آلمانی ترجمه شده. این اصل تذکره خودم، ترجمه انگلیسیش و ترجمه ساده آلمانیش، این رو هم باید 2 سری کپی بگیریم ولی کپیاتون بذارید. این تذکره همسرم، اصلش، ترجمه انگلیسیش و ترجمه ساده آلمانیش، این رو هم باید 2 سری کپی ازشون بگیرید لای کپیا بذاریم. این پاسپورت همسرم، صفحه اول و دومش، این رو هم 2 سری باید کپی بگیریم لای کپیا باشه. آیدی کارتش، پشت و رو، این رو هم 2 سری کپی بگیریم. مدرک زبانم، این رو هم پشت رو کپی بگیرین، پشت رو و لای کپیا بذاریم. این هم بشاید رو هم 2 سری کپی بگیریم و لای کپیاتون داشته باشیم. این بود دسته مدارک اصلیتون و این هم 2 سری از کپی ها. به همین ترتیبی که بهتون نشون دادم روی هم دیگه میچینید و وارد سفارت میشین. بعد من اینجا اسم ها رو هم نوشتم، شما نباید هیچ گیره رو یا هیچ منگنه به این مدارکتون وصل باشه، چون اونجا میگم باید جدا کنید، براتون دردسر میشه. شما قبل از اینکه وارد سفارت بشین گیره ها و چیزایی رو که به این کاغذ ها وصل کردین جدا کنین ازش.